سلام درود خدمت دوستان عزیز. آقا امروز قرار با هم دیگه این دوتا موتور، حالا یکیش البته هم رو تختیه، بچه ها فکر نکن چادر مخصوصه، نه مخصوص خودشه رو تختیه دیگه، حالا چادر نبود دیگه، فعلا این رو کشیدم روش. چی بهش میگن؟ کاچه بعضی هیچی، هاچه بعضی هیچی، هم کاچه بعضی هیچی. آره بعد قرار موتور رپسوله رو با هم دیگه روغن ترمز رو هواگیری کنیم و یه جاش هم نشتی داره، با نشتیش هم بگیریم و یک سری خورده کاری های دیگه. همینطور که میبینین زیرش لکه روغن، این روغن ترمزه که از پمپ ABSش میریزه. البته لو دادم. میخواستم بگم که دوستان به نظرتون کدوم رپسول است، کدوم موتور قرمزه که تو ویدیو لو دادم. حالا با من باشین تا آخرش، تا با هم دیگه یواش یواش بریم جلو، ببینیم که مشکل اصلی از کجاست. در ضمن همونطور که بهتون گفتم قرعه کشی هم تو راهه. تو 4-5 تا ویدیویی که در آینده میذارم عددهای مخفی میگم، یعنی داخل ویدیو، حالا وسطش آخرش نمیدونم اولش یه عددهای مخفی میگم که شما باید اون عدد رو پیدا کنید و اینکه تو قرعه کشی شرکت داده میشید و اگر اون رمزه رو درست گفته باشید مبلغ نقدی به شما هدیه داده میشه. داخل لایو به صورت زنده قرعه کشی میکنیم. فعلا با من باشین تا ادامه ویدیو. خب دوستان، همونطور که میبینید این یه دونه عنکبوت موتور سوارم که داریم. خب آره دوستان، این قسمت رو باید تو ویدیوی بعد با هم دیگه مرتب کنیم. لامپ بلند و کوتاهش رو بندازیم و اینکه این قسمت هست، این قسمت باید درست سرجاش وصل بشه. حالا من میخواستم وصل بکنم ولی گفتم که اول یه چک کامل کنم بعداً بخوام ببندم. بعد این قسمت فلاپ جلوش عوض میشه. این اورجینال اصله ولی حالا چون که این فلاپ ها چینه، گفتم همینم چین بندازم که دیگه همه چی با هم ست باشه. بعد دیگه یه تمیزکاری با هم انجام بدیم. این روغن ریزی خیلی رو نرو منه، با هم حتما گرفته بشه. و ادامه سیمکشی چراغ عقب، راهنماها، اینا همه باید یواش یواش با هم دیگه انجام بدیم. جا پلاکی رو زدم وصل شده و اینکه دیگه این ور قسمت هیچی نداریم. آره اینم از رخ این قسمتش. بعد این قسمت پد مال تانکو باید وصل کنیم. این قسمت رو سفارش دادم سیاه رنگه، با هم دیگه وصلش میکنیم، میچسبونیم حالا برچسبه. و اینکه حالا بریم سراغ این که این قسمت رو فلاپ مال بنزین رو باز در بیاریم. بعد حالا این اول چون پیچش بازه با هم دیگه این شکلی در میاریم. باتریش هم خوابیده، باتریش هم باید درست بزنیم تو شارژ توی مدتی که داریم تعمیر میکنیم. آره نکنه این شکلیه، نکنه دوتا پیچ اینجا هست، یکی اینجا هست یکی اینجا. خب به همین راحت یک کم اینور یکی نه اینجاست. کلا اینا رو به این شکل که باز باشه یواش ضربه میزنه. البته آره به این صورت راحت شکلی در میاد و میرسیم به تانک بنزین. آره زیر تانک بنزین هم که دیگه مخالفات مال ECU هست، سیمکشی های مال صرف کیلومتر، بعد دیگه سیمکشی موتور، سیمکشی مال چراغا و دسته ها و بقیه مخالفات. حالا با هم دیگه من یه دقیقه قطع کنم برم این رو در بیارم و دوباره ادامه ویدیو با هم دیگه ادامه بدیم. الان تانکو باز کردم، البته به خاطر که این خرطومایی هست که مال بنزین وصل میشه به پمپ بنزینی، خورده سخت در آوردنش، احتمال شکستن داره. من همینجوری فعلا وصل کردم، وگرنه در کل دوتا فیش بیشتر نیست. فعلا گفتم کج باشه تا این قسمت. این آره پیچه رو باز کنم. این پیچ دوتا پیچ سه تا پیچ اینجا داره، قسمت مال رابط دنده رو باز کنم که این قاب در بیاد و پمپ ABS دقیقا پشت اینه. اگر که معلوم باشه تاریکه.
پشت اینه. من اونو باید چک کنم، ترمز بگیرم ببینم که دقیقا از کجاش روغن میاد. بچه ها چیزشو پیدا کردم، نشتیشو. الان دقت کنید روی این پیچ که وصل به پمپ ABS. الان من پمپ میکنم ترمزو، ببینید روغن میاد بیرون. میبینید؟ نمیدونم تو فیلم معلوم یا نه، ولی اینجاش آره نشتی پیدا کردیم. و اینکه خب خیالمون راحت شد، فکر می‌کردیم خیلی دردسرش بیشتر از این حرفاست، ولی خب نشتی پمپ ABS هم گرفته شد و بریم دیگه سراغ بستن و تمیز کردن و تست آخرش هم دیگه بگیریم. بچه ها تیز کردم دیگه، اون پیچر مخصوصشو صفر کردم و پمپ کردم و اینا. یعنی از این سمت ببینید صفر شده، یعنی الان هرچی میزنم بیشتر صفر میشه. و اینجا هم که درش که میبینید درش هم درم میخورده چیزه شاله، باید صفر کنم بعد بیارمش جلو، از چرخ جلوی هواگیری قشنگ انجام بشه و تمام میشه. این پیچ لعنتیه بود، امیدوارم که ببینید از همینجا شره کرده اومده، این قسمت پایینو روغنی کرده بود. خب الان این قابه بود، این قابه که میاد اوه مای گاد. اوه بچه خیس میبینید اینا همش روغنه. بچه میخوام اینو یواش یواش با هم که ترتمیز کنیم. میبینید قسمت ها خیلی کثیفه، تو قسمت بعدی حتما میذارم با هم دیگه رینگ رو تمیز کنیم و نحوه رسیدگی به زنجیر چرخ عقب که حالا برای مخصوص موتور سنگین، ولی اگر که یاد بگیرید برای تمام موتورها میتونید به همین روش استفاده کنید و به قول معروف تمیز کنید زنجیرتون همیشه. خب عدد مخفی هم که گفتم داخل ویدیو میگم، اولش H هست، اینو یادداشت کنین. تو ویدیوهای بعدی حتما بقیه‌اش هم میگم و اونا رو یه کدیه، اون کد رو باید در بیارید و من داخل لایو اینستاگرامی حتما یه قرعه کشی خیلی خوب، یک پول نقدی خیلی خوب به یک نفر نه به چندین نفر حتما اهدا میکنیم که از طرف من پیج و اسپانسری که اگر پیدا بشه یه یادگاری باشه و بتونید باش خوب خرج کنید. یعنی اینکه بتونید خوب ببخشید من دیگه ویدیو قطع نمی‌کنم که بخوام از اول بگیرم، خیلی ویدیو طبیعیه، انگاری با هم دیگه داریم لایو زنده می‌بینیم، که بتونید قشنگ راحت اون چیزی که خودتون دوست دارید برید تهیه کنید و بخرید، دیگه که بخوایم ما جایزه رو در نظر بگیریم. خب ما با هم دیگه دوباره این رو ببندیم و ادامه ویدیو با ما باشید. اتفاق بعدی که افتاده اینجا روغنه نشتی کرده به سمت پایین، این ردش هست، این باز شده که اینجا خورده نازک بشه و تو فشار اینجا شکست. خیلی هم بد. الان با این رفیق شفیقم داغ میکنم و اینجا رو تعمیر میکنیم که دوباره بهش ازش استفاده کنیم. مثلا نو خریدیم، تلفات کار، خیلی ناراحت شدم با این ابزار ابتکاری ابتدایی ببخشید. اینا چیز کردم، توش پلاستیکش دادم، اینم از پشت کار یه خورده حالا معلومه ولی دیگه کاریه که نمیشه کرد. دوستان یه خورده هوا سرده، دنبال یه جا هستم که بتونم یه گاراژ خیلی قشنگی برای خودم دست پا کنم واسه این کارهای کاستوم و نمیدونم تعمیرات و چیزا. و اینکه از همه چی مهمتر لطفا بگید که اسم گاراژ رو چی بذارم، تو کامنت ها بنویسید، بین اسمی که انتخاب میکنین که شو انتخاب میکنیم و یعنی
میذاریم به اسم گاراژ به عشق خودتون. خب بچه این قاب روی مال محفظه مال ABS و در برق رو بستیم. الان منتظر بیایم که اینو مال رابطه شالتر دنده رو ببندیم. این شکلی خورده صاف باشه. مهرش هم اینجا بود. بعد تو حین بستن این چیزم افتاد و اینقدر الان عصبانی هستم. هنوز باز نکردم که ببینم آقا زخم شد نشد. امیدوارم که زخم نشده باشه وگرنه خیلی ناراحت میشه. این برگ چیه پدر سوخت اومد اینجا. خب دوستان خیلی دوست دارم که نظرتون راجع به ویدیو بگید. من همه رو میخونم جواب میدم و میدونی که تازه شروع کردم و اینکه ویدیوها سر این تموم نمیشه، یعنی ختم نمیشه به این مراحل. قرار با هم دیگه موتور سنگین، حالا میتونید تو کامنت ها بگید چه نوع موتور سنگینی، ما اینا همه رو تهیه میکنیم به صورت حالا تصادفی یا حالا موتور مثلا خراب، اینا میگیریم با هم دیگه از 0 تا 100 رو بازسازی میکنیم و ویدیو مراحلش رو میگیریم میذاریم داخل کانال یوتیوب که شما ببینید، یاد بگیرید و یه چیز سرگرمی باشه واسه هممون. و اینکه پیشنهاداتی که دارید میتونید داخل کامنت ها باز بگید. من همه رو تک تک انجام میدم تو ویدیوها واسه بهتر شدن و با کیفیت تر شدن ویدیوها. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. منم الان اینو دیگه الان نمیخوام زیاد حوصلتون سر بره. این رو دوباره میبندم سر جاش و دوباره اون فلاپ مال باکش هم میبندم و این قسمت تموم میشه تا قسمت بعدی که میریم سراغ تمیز کردن زنجیر چرخ و بستن این قسمت و سیمکشی مال چراغ عقب و راهنما و هر گونه سوال دیگه داشتید از موتور سنگین، مخصوصا CBR RR 1000 RR، میتونید تو کامنت ها بپرسید، من بهتون جواب میدم حتما. دوستتون دارم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا قسمت بعدی، ویدیو بعدی، فعلا خدا حافظتون. خداحافظ. چوس.